بعضیا میگن نژاد فارس و بعضیا میگن نژاد عرب. بعضیا میگن نژاد بلوچ و بعضیا میگن نژاد ترکمن، ترک، کرد و الی آخر. به نظر شما این رسم مسلمانیه؟ این جهالت و تکبر که توهماتی ایجاد کرده که من از تو برترم از کجا اومده؟ مگه نژاد فارس چه برتری به نژاد ترک داره؟ مگه نژاد ترک چه برتری به نژاد عرب داره؟ و یا برعکس اون؟ آیا این یکی 2 تا مغز داره و اون یکی نداره؟ و یا اون یکی 2 تا قلب داره که این یکی نداره؟ واقعاً برتری به چیه؟ هنر اسلام این بود که مرز نژاد، قوم، زبان و رنگ رو برداشت. هنر اسلام اینه که مسلمان‌های اون با هر نژاد و زبانی سالانه مراسم حج رو انجام میدن تا بفهمن نزد خدا بالا و پایینی وجود نداره. همه با یک لباس، با یک اصلاح سر و با یک رنگ مثل پروانه هایی به دور خانه خدا میچرخن و طواف میکنن. هم الله فرموده و هم رسول الله که برتری تنها و تنها بر اساس تقواست، نه هیچ چیز دیگه ای. مدیریت تقوا هم یعنی این که خودت رو مدیریت کن، با معیار الهی توحیدی ببین و بسنج که کدوم درسته و کدوم نادرست. معیار زندگی شما غلبه عقل شما بر هوس و نفستون باشه. هر جا نگاه کردین و دیدین که دعوای قومی، نژادی و مذهبی به راه انداختند که فلانی کرده، این عربه، اون بلوچه و فلانی فلان مذهبه، بدونین که این اتفاقات از شعار انگلیسی ها که تفرقه بیانداز و حکومت کن نشأت میگیره. متاسفانه امروزه مسلمان رو میکشه تا لشکر کفر بتونه حرکت کنه. ناموس، ثروت و خاک مسلمان رو به تاراج میبرن، ولی همچنان مسلمان رو مسلمان اسلحه میکشه. اگه واقعا ادعای مسلمانی دارین، بدونین که آداب و رسوم اسلام و خروجی اون چیز دیگه ایه. لطفاً فلسفه حج رو از یاد نبرین. التماس دعا.